چرا عقیق هم در طبیعت خاص هست و هم در جواهرات؟ این سنگ قیمتی شگفت‌انگیزه. با رنگ‌های زنده و تماشاییش هر بیننده‌ای رو مجذوب خودش میکنه. تصور کنید این همون سنگیه که تمام رنگ‌های یک غروب تابستانی رو در خودش جای داده. بله، این همان جادوی عقیق است. هر قطعه از اون اثری هنریه که طبیعت خلق کرده. نوارهای رنگی درون اون میچرخند و میرقصند. الگوهای بی همتا رو به نمایش میگذارند. از قرمزهای غنی و عمیق گرفته تا آبیهای آرامش بخش. عقیق طیفی از رنگها رو در خود جای داده. نحوه انعکاس نور بر سطح اون خیره کننده است. مثل این میمونه که از یه پنجره به دنیای دیگه دارید نگاه میکنید. همین درخشندگی و عمق عقیق رو به یکی از سنگ‌های محبوب در جواهرسازی تبدیل کرده. هیچ دو قطعه کاملاً مشابه یکدیگر نیستند و این یکی از جذابیت‌های خاص اون محسوب میشه. الگوهایی که در طول میلیون‌ها سال شکل گرفتن داستانی در دل خود دارند. بعضی از عقیق‌ها شبیه منظره‌های طبیعی به نظر میرسند، با کوه‌ها و دره‌هایی که گویی در دل سنگ حک شدن. بعضی دیگه هم دارای طرح‌های پیچیده و رازآلود هستند که انگار از یه دنیای دیگه اومدن. عقیق نوعی کلسدونی که خودش میشه گفت از گونه‌های کوارتز هست محسوب میشه. این ویژگی باعث میشه که عقیق دوام و استحکام بالایی داشته باشه. گزینه ایدئال برای ساخت جواهرات. علاوه بر زیبایی، به عقیق خواص متافیزیکی هم نسبت داده میشه. گفته میشه که این سنگ باعث ایجاد تعادل، شجاعت و محافظت در برابر انرژی‌های منفی میشه. عقیق در طول تاریخ هم مورد توجه قرار گرفته. تمدن‌های باستانی از اون برای ساخت مهرها، طلسم‌ها و تزئینات استفاده می‌کردند. امروزه هم این سنگ یکی از محبوب ترین انتخاب‌های طراحان جواهرات لوکس هست. تنوع رنگی و ساختاری اون اجازه میده که در طراحی‌های مختلف به کار گرفته بشه، چه در قالب نگین‌های درخشان در طلای زرد و نقره، چه به صورت سنگ‌های صیقل خورده و ساده. عقیق همیشه الهام بخش بوده. از حکاکی‌های ظریف در جواهرات روم باستان گرفته تا طرح‌های شیک و هندسی دوره آرت دکو در قرن 20. این سنگ قیمتی همیشه جایگاه ویژه‌ای در هنر و طراحی داشته و حتی امروزه طراحان معاصر با روش‌های نوآورانه‌ای زیبایی عقیق رو به نمایش می‌ذارن. و در آخر باید بگیم که جذابیت جاودانه عقیق تضمین می‌کنه که این سنگ قیمتی برای نسل‌های آینده همچنان مورد توجه و ارزشمند باقی میمونه. حالا شما بگید، آیا شما از سنگ‌های عقیق در جواهراتتون استفاده می‌کنید؟ آیا اصلا طرفدار این سنگ هستید یا نه؟ دوستان عزیز، لایک های شما به ما نشون میده که چه محتوایی رو دوست دارید و سابسکرایب کردن ما باعث میشه که هیچ کدوم از ویدیوهای جدید ما رو از دست ندید. پس اگر از این ویدیو لذت بردید، دکمه لایک رو بزنید و برای ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعد میبینمتون.